ایران و زورآزمایی با پاکستان. تهدیدات تند سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جهت حمله به پاکستان موجی از اعتراضات مردمی و حکومتی را در این کشور به بار آورد. فعالیت‌های مشبوه ایران در پاکستان که از سوی ده‌ها خانه فرهنگ و قنسولی‌ها و مراکز تابع شیعیان این کشور که با چهره مزدور ایرانی در کشور شناخته می‌شوند، همواره برای دولتمردان و عموم مردم پاکستان جای سؤال داشته است. پاکستانی‌ها از پناه دادن ایران به صدها تروریست شیعه این کشور که آتش جنگ‌های مذهبی را شعله‌ور کرده و با انفجارهای پراکنده کشور را به آشوب کشیده به ایران فرار می‌کنند، همواره ابراز نگرانی کردند. رسوخ ایران با پرداخت هزینه‌های کلان به فضاهای رسانه‌ای و احزاب سیاسی و مذهبی همواره چهره دشمنانه آن را در رسانه‌ها توجیه کرده است. پس از دستگیر شدن جاسوس هندوستانی در 13 اسفند 1394 به نام کلبوشن یادو با گذرنامه تقلبی با نام حسین مبارک که از ایران وارد خاک این کشور شده بود و اعترافات خطرناکش مبنی بر اینکه ایران و هندوستان مافیای ویرانگر مشترکی را در چابهار جهت بحران آفرینی به هدف تجزیه پاکستان مدیریت می‌کنند، روابط دو کشور به تیرگی رفت. طی تحقیقات معلوم شد که عزیر بلوچ، یکی از رهبران حزب مردم که با گذرنامه ایرانی در کشورهای خلیج رفت آمد داشت و در 10 بهمن 1394 دستگیر شده بود، از اعضای تیم مافیای مشترک ایرانی هندی بوده. وظیفه رساندن اسلحه و مهمات به تجزیه طلبان و گروهک‌های تروریستی شیعه و MQM را بر عهده داشته است. در 19 مهر 1395 مهدی موسوی مترجم قنسولی ایران در کراچی دستگیر شد که با لباس مبدل پلیس و استفاده از خودروهای دیپلماسی قنسولی به گروهک‌های تروریستی اسلحه و مهمات می‌رسانده است. در عین وقت شاخه‌ای از فعالیت‌های نظامی ایران در پاکستان زیر پوشش کمک‌های انسانی به نام انصارالحسین شناسایی شد که برای کشتار ملت بیگناه سوریه از بین جوانان شیعه پاکستانی سربازگیری می‌کرد و پس از آموزش‌های نظامی زیرزمینی آنها را از راه قاچاق به ایران و سپس به عراق و سوریه اعزام می‌داشت. اظهارات سرلشکر باقری در واقع چاشنی بود برای پرده برداشتن از چهره واقعی ایران در پاکستان. ایران از اینکه پاکستان به سرلشکر بازنشسته خود ژنرال راحیل شریف اجازه داده است تا رهبریت لشکر ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریسم را بر عهده گیرد بسیار خشمگین است، تا بدان جا که سفیر این کشور پا از گلیم درازتر نهاده بدون در نظر گرفتن اعراف سیاسی این کار پاکستان را محکوم کرد. گویا پاکستان مستعمره اعلی حضرت جناب خامنه‌ای که به زور خود را رهبر مسلمانان جهان علمدار کرده می باشد. نیروهای امنیتی پاکستان طی ماه‌های گذشته ده‌ها انبار مهمات گروهک‌های تروریستی ایرانی را در کراچی و پاراچنار و شهرهای مختلف این کشور کشف و افرادی را نیز دستگیر کردند. همگام با اظهارات آتش‌افروز سرلشکر باقری، یکی از خطرناکترین سرکرده‌های فتنه مذهبی در پاکستان به نام آخوند سبطین کاظمی در پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 در فرودگاه اسلام آباد که عازم لندن بود دستگیر شد. کاظمی از سران گروهک تروریستی سپاه محمد است که در ترور صدها تن از علمای اهل سنت من جمله مولانا اعظم طارق عضو مجلس سنای پاکستان در سال 2003 دست داشته است و سازمان اطلاعات برای دستگیری او 1 میلیون روپیه جایزه تعیین کرده بود. او پس از متواری شدن به ایران گریخت و در زیر پرچم سپاه قدس به عراق و سپس به سوریه اعزام شد و در آنجا از جمله رهبران گروهک تروریستی لواء زینبیون بود که وظیفه بسیج نیرو از شیعیان پاکستان جهت دفاع از حکومت دیکتاتوری بشار اسد و کشتار ملت مظلوم سوریه را بر عهده دارد. سران سپاه با انفجاری در مسیر کاروان مولانا عبدالغفور حیدری دبیر کل جمعیت علمای اسلام
پس از نماز جمعه در مستونگ از توابع شهرستان کویته پاکستان که 30 نفر کشته و 37 نفر زخمی را بر جای گذاشت، اولین چشم سرخ خود را به جماعت‌های اسلامی این کشور نشان دادند. ایران از نزدیکی مولانا فضل الرحمن به عربستان پس از آنکه از امام کعبه و وفد همراه در همایش 100 ساله این جماعت استقبال کرد، به سختی خشمگین است. پس از این همایش، گروهک‌های تروریستی مزدوران ایران از جمله انصار الحسین، سپاه محمد و حزب الله و لواء زینبیون و دیگران از ابراز دشمنی و خشم خود بر جمعیت علمای اسلامی دریغ نکردند. همزمان با این کشتار خونین، 9 نفر از کارگران راهسازی در بندر گوادر نیز توسط مزدوران ایرانی ترور شدند. سران سپاه با این حرکت‌های خونین می‌خواهند مردم و ملت پاکستان را وحشت زده کرده، سیاست‌های خود را بر آنها تحمیل کنند. غافل از این که چنین حرکت‌های ابلهانه‌ای که دلالت بر خامی سرلشکران ولایت فقیه دارد، نوعی بازی با دم شیر است که می‌تواند برای نظام تروریست پرور حاکم بر ایران عواقبی بس وحشتناک در پی داشته باشد. به گفته طنزپردازان پاکستانی، آیا کماندوهای ارتش ایران که توان شکستن گلدانی را ندارند، می توانند با 7مین قدرت نظامی جهان دست به گریبان شوند؟